درود بر شما. خیلی به این ویدیو خوش اومدید. امروز ما توی این ویدیو می‌خوایم ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف رو معرفی و بررسی کنیم تا شما درک بهتری از دنیای سیاست داشته باشید. البته این ویدیو شامل تمام ایدئولوژی‌ها نمیشه و در این ویدیو ما چند تا از معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین اونها رو بررسی می‌کنیم. ولی اگه شما این ویدیو رو دوست داشتید و در کامنت‌ها گفتید، قسمت دوم هم به زودی میاد. قبل از شروع ویدیو یک درخواست دارم از شما. لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن کانال ما از ما حمایت کنید و مهمتر از اون همیشه از دنیای خود باخبر باشید و چیزهای جدید یاد بگیرید و هوش مصنوعی‌های مختلف رو یاد بگیرید. پس دیگه بریم ویدیو رو شروع کنیم. ایدئولوژی اول، لیبرالیسم. ریشه‌های لیبرالیسم به دوران روشنگری، قرن 17 و 18 در اروپا باز می‌گردد. این ایدئولوژی در واکنش به سلطنت مطلقه و سلسله مراتب فئودالی شکل گرفت. لیبرالیسم بر آزادی‌های فردی، برابری، دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد و حقوق بشر تأکید دارد. این ایدئولوژی به دنبال محدود کردن قدرت دولت در زندگی شخصی و حمایت از آزادی بیان، مذهب و بازار است. جان لاک که فیلسوف انگلیسی قرن 17 که ایده‌های قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی را مطرح کرد و آدام اسمیت که اقتصاددان اسکاتلندی که مفهوم بازار آزاد را توسعه داد، از اولین به وجود آورندگان این ایدئولوژی بودند. از کشورهای لیبرالیسم جهان میتونیم به ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و آلمان اشاره کنیم. ایدئولوژی دوم، سوسیالیسم. سوسیالیسم در قرن 19 به عنوان پاسخی به نابرابری‌های ناشی از انقلاب صنعتی ظهور کرد. سوسیالیسم تخیلی، آرمانشهری و علمی مارکسیستی دو شاخه اصلی آن بودند. سوسیالیسم بر مالکیت جمعی یا دولتی وسایل تولید، توزیع عادلانه ثروت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی تأکید دارد. هدف آن ایجاد جامعه‌ای برابرتر است. مهمترین اشخاص سوسیالیسم کارل مارکس و فردریش انگلس، نویسندگان مانیفست کمونیست 1848 و رابرت اوون، سوسیالیست تخیلی هستند. برای نماد سوسیالیست در اکثر مواقع از تصویر یک دست با یک گل در آن یا دو دست که دارن با هم دست میدن به همراهی یک گل استفاده می شود. اما گاهی نیز بعضی از نماد کمونیسم برای نشان دادن سوسیالیسم استفاده می‌کنند. این کار اشکالی نداره، اما باید در نظر داشت که کمونیسم و سوسیالیسم یکی نیستند و در عین شباهت تفاوت‌هایی نیز دارند. البته ما در این ویدیو نیومدیم که فرق کمونیسم و سوسیالیسم رو برای شما بگیم. اگه به دانستن فرق این دو به صورت کامل و تخصصی علاقه داشتید، در کامنت‌ها بگید تا یک ویدیوی کامل و تخصصی رو به زبان ساده برای شما درست کنم. فقط لطفاً حمایت رو فراموش نکنید و حمایت کنید تا هرچه بیشتر به گسترش علم و دانش به زبان فارسی کمک کنید. ایدئولوژی سوم، کمونیسم یا کمونیست. کمونیسم مدرن با انتشار مانیفست کمونیست در سال 1848 توسط مارکس و انگلس شکل گرفت. در قرن 20 در کشورهایی مثل شوروی و چین پیاده شد. کمونیسم شکلی رادیکال از سوسیالیسم است که خواستار حذف مالکیت خصوصی، برچیدن طبقات اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای بدون دولت و کاملاً برابر است. تا اینجا شاید فکر کنید کمونیسم که خیلی خوبه و هدف جالبی هم داره. اما مشکل اونجاست که کمونیسم هر جا پیاده شده موجب فقر و دیکتاتوری و ناعدالتی شده. البته گزینه فقرش مثل این که برای چین برعکس کار کرده و چین خیلی پیشرفته و ثروتمند شده. اما با این حال بسته بودن جامعه در چین، نداشتن آزادی بیان و دولت اقتدارگرا از مشکلات چین هستند. کره شمالی هم که دیگه خودتون انقدر شنیدید بهتر از من میدونید. کمونیسم مانند سوسیالیسم حاصل تفکر و ایده های کارل مارکس و فردریش انگلس هست. منشأ کمونیسم از لحاظ نظری به آلمان برمیگرده و از لحاظ عملی به شوروی. ایدئولوژی چهارم، فاشیسم. فاشیسم در اوایل قرن 20 پس از جنگ جهانی اول در واکنش به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ظهور کرد. فاشیسم در ایتالیا و آلمان نازی به اوج رسید. فاشیسم یک ایدئولوژی اقتدارگرا و ناسیونالیستی است که بر وحدت ملی، سرکوب مخالفان و کنترل دولت بر جنبه‌های مختلف جامعه تأکید دارد.
فاشیسم یک ایدئولوژی تندرو و افراطی است که کاملاً مانع از دموکراسی می شود و به صراحت آزادی فردی را منع می کند. اگر فقط یک نگاه با موسولینی که در آن زمان رهبر ایتالیا بود بکنیم، متوجه افراطی بودن این ایدئولوژی و ناکارآمد بودن آن می شویم. در حال حاضر هیچ کشور فاشیستی در دنیا وجود ندارد. ایدئولوژی پنجم، محافظه‌کاری. محافظه‌کاری در قرن 18 و 19 به عنوان واکنشی به انقلاب فرانسه و لیبرالیسم رادیکال شکل گرفت. محافظه‌کاری بر حفظ سنت‌ها، نهادهای اجتماعی و تغییرات تدریجی به جای تغییرات انقلابی تاکید دارد. این ایدئولوژی به ارزش‌های خانوادگی، مذهب و نظم اجتماعی اهمیت می‌دهد. با این حال، محافظه‌کاری در کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد. مثلا محافظه‌کاری مذهبی در ایران یا محافظه‌کاری اقتصادی در آمریکا.